از دیشب همش دارم میپرسن مگه جنگ شده، میگن نه فعلا خبری نیست. مگه جنوب جزوی از ایران نیست؟ مگه اون سربازایی که اونجا شهید شدن بچه های ایران نیستن؟ اون مادرایی که اونجا حسرت بچه هاشون رو میکشن واسه ایران نیستن؟ از اول هی تو گوششون کردین پسراتون بزرگ شد بفرستین سربازی مرد بشن، مرد شدن. میدونی تابوت جوون چقدر سنگینه، چقدر آرزو به خودش داره به گور میبره. خدا باعث مالیشو لعنت کنه. من خودم مادرم، من خودم پسر دارم. فکر کن الان پسر منم سرباز بود، فکر کن الان پسرهای شما سرباز بودن. یکم بیاین مهربون باشین، یکم بیاین غمخوار باشین. چه کاری آخه؟ ما هممون واسه ایرانیم، هممون واسه یک کشوریم. داغ داغه. یه لحظه خودتو جای اون مادر بذار. پسرشو به 1000 امید فرستاده سربازی بیاد تو بادش کنه، الان منش فضا گرفت. بابا مسلمون باشی.